دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور رو برای به گفته دادگاه نیت بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختر نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختر توجیک اتهام را بی‌پایه و اساس می‌نامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافعه دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مرد 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری‌ها می‌کرد در تلاش بدرفتاری جنسی با دختری نابالغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. درباره جزئیات این قضیه خیرمان بقازاده اطلاع بیشتر دارد و من از او نخست اصل ماجرا را پرسیدم. شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتاب یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاه تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاه سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمینا 50 ساله و مؤسس یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی با نام سویتاساف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختری نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود. ولی آنچه که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختری نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت کودک ارزیابی میکند. خیرمان تا کجا درباره این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیقی در این زمینه انجام شده است؟ بله این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را طوری گفتم یک تهمت مینامد در صحبت با ما گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دیده است هیچگاه به کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که به اطلاع آنها سفرهای دختری نورز به اروپا با این مرد با رضایت والدان دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است به حیث کمک خیریه و یا کمک پولی به حیث قرض داده است میگوید و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند یعنی به پلیس هلند رسما عریضه دادند و تنها بعد از این پلیس به تحقیق شروع کرد و آنها در این شکایت خود به وجود شبهه در رابطه این 2 نفر در تاجیکستان گفتند. ولی خود دختر در این باره چی میگوید؟ آیا او امروز درک میکند که این مناسبت ها غیر اخلاقی و هم در حوزه جنایت ارزیابی شده میتوانند و چرا در دادگاه از این مرد حمایت کرده است؟ دختر 21 ساله ساکن دوشنبه الکی صاحب عائله خود است. او بار اول سال جاری در مرافع دادگاهی هلند پیدا شد طوری گفتم و در دادگاه گفت که این مرد به او دست نرسانیده است و به گفتش او یک انسان نادر خیرخواه و پاک است. ولی در این قضیه که واقعا هم به گفته شما درست است از خط اخلاقی مناسبت های بین کودک و یک مرد بزرگسال عبور می کند سالهای زیاده در زمینه رعایت شدن حقوق کودک باقی میماند. طوری یک کارمند سابق سازمان سویتاساف به ما گفت در پی این ماجرای عمیق مؤسسان و شورای مدیران سازمان در هلند تصمیم گرفتند که آن را ببندند و به گفته او همه کارهای نیکی که این سازمان در تاجیکستان برای اطفال معیوب کرده است زیر سایه ماجرای اخلاقی رهبرش به اهمیت شد. تشکر خیرمان بقازاده با تفصیلات قضیه به دادگاه رفتن مردی در رابطه عاشقانه با کودک نابالغ توجیک عیبدار را از وبسایت رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید.